گوشتین ملی همسالات در ایام نوروز بسیار پرشکوه در سراسر کشور برگزار می شود. همکاران ما از ناحیه تیمورملک گزارش آماده کردند که منظورتان می‌گردانیم. مسابقه گوشتین ملی برای دریافت جایزه جهان پهلوان پرویز صابیروف در ناحیه تیمورملک با اشتراک 400 نفر پهلوانان جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. در رسم افتتاح مقامات محلی، حاکمیت دولتی، ناحیه و صاحبکاران انفرادی که تشبسکار چاره‌بینی مذکور بودند به سابقه‌داران و مربیان ورزیده گوشتین ملی تحفه‌های خاطروی تقدیم نموده این تدبیر سریوقتی رشد عنعنه‌های ملی را برای دریافت چهره‌های ارزنده و تشویق گوشتین ملی سنتی عامل مهم ارزیابی کردند. شکرانه استقلالات میکنیم که در همه جا شرایط مهیا کرده شده است که جوانان باید عنعنه ملی ما را، گوشتین ملی ما را باید به یک راه برد که در مقیاس جهانی باید برآمد کنند. در نیروسنجی‌های اول چون همیشه نورسانی با استعدادی مناطق مختلف کشور و میدان آمده طول یک ساعت مهارت و هنر خود را نشان دادند. سپس در مرحله دوم رقابت‌ها ورزشگران جوان جمهوری با هم نیرو سنجیدند. محض رقابت‌های پهلوانان ولایت ختلان پسند مخلصان سرشمار جمع آمده در این مکان گردید. این گوشتین ملی در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تیمورملک و صاحبکاران محلی جوان در سطح بلند دایر گردیده شد و امروز مهمانان از تمام گوشه و کنار جمهوری و بیرون از جمهوری امروز پهلوانان و مهمانان اشتراک دارند و هنر والای خویش را امروز نمایش می‌دهند. مبارزه ورزشگران برای دریافت جایزه پرویز صابیروف در مرحله سوم زورآزمایی انفرادی جالب و پرشدت صورت گرفت. از میان ورزشگران جوان نوروز کریمزاد و حیدر تبروف با افضلیت بیشتری غلبه‌های خویش حق شرکت در مرحله نهایی برای دریافت یکی از مکافات‌های عالی را دریافت نمودند که در نتیجه نوروز کریمزاد با اصول زیبای گوشتین سنتی حریفش را شکست داد. سپس در مرحله نهایی شاه جایزه دوم تلاش 15 نفر پهلوان گران وزن کشورهای تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1.5 ساعت طول کشید. ورزشگر شناخته تاجیکستان سید جلال سیدوف با حریف پرقوت خود از جمهوری ازبکستان نظام پهلوان نیرو سنجید. رقابت این دو پهلوان نامدار دو کشور بسیار طول کشیده بنابر سبب رعایت نکردن قاعده های گوشتین سنتی غالبیت نصیب سید جلال سیدوف گشت. یادآور میشیم این گوشتین در فضای طبیعتی افزونکار دیار که خاص گوشتین عنعنوی ما می باشد با حضور نزدیک به 30,000 مخلصان طول 6 ساعت برگزار شد.